اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند سپاس میگیم از این که ما رو از خیرات و برکات و معنویات و هدایت ها و نعمت دین و ایمان و عقیده و کتاب و سنت بهره مند ساختن. از خداوند برای تداوم این نعمت و برای بقای این نعمت درخواست یک سپاس و تشکر دومی داریم که خداوند ما رو بر شکر این نعمتها یاری بکند. همینطوری که این نعمتها رو در اختیار ما گذاشتن، ما رو بر شکر این نعمتها یاری بفرمایند تا نعمت رو تبدیل به نقمت و زوال و نابودی نکنیم. از همه شما تشکر میکنم که تا این ساعت از شب حوصله کردید، با وجودی که خسته هستید اما تن به خستگی ندادید و نه برای من و امثال من، بلکه برای خدا و رضای خدا و برای نصرت دین خدا و احیای سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینجا تا این وقت شب حضور دارید و نشستید. اجر و مزد و پاداش دنیوی و اخروی شما با کسی که خوب اجر و پاداش و مزد میده رب العزت و الجلال باشه. جزاکم الله خیر الجزا. جا داره تبریک بگم به مناسبت میلاد با سعادت رسول اکرم منجی عالم بشریت صلی الله علیه و سلم که ما در ماه ربیع الاول که ماه تولد رسول خدا صلی الله علیه و سلم است قرار داریم. امیدوارم که حضور ما در این ماه و حضور ما در این جلسه در ابتدای این ماه در این ایام و لیالی بسیار مبارک تولدی جدید برای ما و جامعه ما و خانواده ما باشه. تولد ایمانی، اخلاقی، تولدی که سبب بشه دنیا و آخرت به برکت این تولد امشب ما و شما این نصیب ما بشه. و جا داره تبریک بگم خدمت دو برادر خواهر بزرگواری که مراسم عروسیشونو با این مراسم خدایی برگزار کردن. این دوتا جوان عبدالکریم مشفقی فرزند حاجی احمد مشفقی و همسر محترمه ایشان سرکار خانم شافعی فرزند محمد حسن شافعی. امیدوارم که این پیوند همونطوری که این ماه بسیار خجسته و مبارک و با ارزشی است، این پیوندم چون در این ماه صورت گرفته با این مراسم خدایی صورت داره میگیره بسیار پیوند مبارک و با ارزش و خجسته و محترم باشه. نه تنها این پیوند برای دو نفر مبارک باشه، برای دو خانواده شافعی و مشفقی مبارک باشه، برای دو طایفه مبارک باشه، بلکه برای این روستای دورافتاده مرادی و روستاهای همجوار و برای
همه حضار محترمی که در این جلسه شرکت کردند و برای خانواده های محترم شما مبارک و خجسته و با ارزش باشه که هست الحمدلله. یعنی این که ما در این مراسم شرکت کردیم جز خیر و برکت و رضای خدا چیز دیگه حقیقتا در این جلسه نیست. هرچی هست رضای خداست، هرچی هست صحبت خداست، هرچی هست صحبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و هرچی هست توصیه به خیر و تقواست و توصیه به صبره. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یا نصیحت میگیم یا نصیحت میشنویم. یک نکته رو شما خاطر نشان بکنم و خیالتون رو آسوده و راحت بکنم که این لحظاتی که می نشینید از الان که میخوام صحبت بکنم تا آخر صحبتام شاید ربع ساعت تا 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. من کمی ناراحتی حنجره دارم، البته نه کم، ولی خب به خودم باید بگم کم تا یه وقتی از نظر روانی ما رو بمباران نکنه. تقریبا مشکل صوتی دارم، گرچه صوتم الان خوبه ولی یک خارشیه حقیقتا تو حنجره ورم کرده. دکترم گفته صحبت نکنید. منم به برادرها گفتم که من میام یه وقتی دلخور نشن که حالا چون روستای دور افتاده است نوبت ما که شد حنجرش درد میگیره. حتی به دوستان میگفتم اگر میشد حنجرمون نشون بدیم شاید باور میکردن، ولی خب خنده که داریم میکنیم، لبخندم میزنیم، صحبت هم میکنیم، که باور میکنه؟ هیچ کس. نوبت ما که رسید حنجرش درد میگیره. نه اینطوری نیست. صرفا آمدیم که چه سیما از ما باشه، صدا از جناب شیخ باشه، یعنی صدا و سیما. جناب شیخ محمد رحیمی صحبت بکنن، ما هم بنشینیم اینطوری، اگر کسی میخواد نگاه بکنه اونجا بنشینیم، میخواد ما رو ببینه، اما صدا و صوت کسی دیگه باشه. یک نکته خیلی مهمه و اون این که من خواهش میکنم از برادرها و خواهرای بزرگوار و محترم که هیچ موقع خودمون رو وابسته به اشخاص نکنیم. ما گاه وقت یه چیزایی میشنویم که خیلی ناراحت کننده است. اگر سر عروسی نیامدی من میرم ارکستر میارم، ساز و دهل میارم، عروسی غیر اسلامی برگزار میکنم. خیلی عجیبه. من نمیدونم شما بنده خدا هستید یا بنده غیر خدا هستید. اون کسی که چنین شرطی رو میکنه اگر هیچ کسی هم سر عروسی تو نیاد قرار نشده که تو تصمیم تو عوض بکنید، از این که بنده خدا بودید حالا بنده غیر خدا بشید. زد و با همون لجاجت، البته این میرسونه که اون انسان پایبنده به دین نیست و هدف از این مراسم این که فیلم پر بکنه و جس بگیره فلانی و فلانی هم سر عروسی من آمدن. جس گرفتن نیست، بندگی خداست، مطیع خدا شدنه. پس این فرصت ها رو غنیمت بشماریم. هدف از صحبت دینی اشاره کردن جناب شیخ حفظه الله، گفتن اگر نمیدانید باید بدانید و اگر میدانید باید عمل بکنید. صحبت های دینی برای شنیدن و لذت بردن نیست که سخنران اون باشه یا اون باشه، مادامی که همه دارن حق میگن و برای ما حرف حق مطرحه نه گوینده حق، اون انسان میتونه موفق باشه. همیشه نگاه کن چی گفت، نگاه نکن کی گفت. اگر نگاه کردی کی گفت خیلی مشکل میشه. اگر اونی که دوست داری ازش بشنوی نشنیدید، حتی دیگری اگر حق گفت ولی دوست داشتی از کسی دیگه بشنوید، عمل نمی کنید. پس خودمون رو عادت بدیم به حق شنیدن. حالا از هر کسی که این حق باشه باید بشنویم
و عمل بکنیم. گاه وقتی یه ناحق هم حق میگه، اما اون ناحق رو خودش رها بکن، حقشو بگیر، به حقش عمل بکن، اون چیزی که داره میگه بهش عمل بکن. الحمدلله تو این جلسه و این برنامه همچین مسئله نبوده و با من هم شرط نکردن که اگر نیامدی ما میریم دستی ارکستر میاریم. یه نکته گفتن اگر نیامدی یا فرصت نشد مراسم رو به تأخیر میندازی، ولی ما راضی نمیشیم که جوان بالاخره این مجلس خیر و مراسم خیر به تأخیر بندازه، چون یه قاعده داریم خیر البر عاجله، کار خیر عجله درش بهتره. وقتی کار خیره عجله درش بهتره. من در روستای تبل بود بگه یک هفته پیش یا چند روز پیش، تو همین ابتدای همین ماه بود، درباره 4 صفت صحبت کردم، 4 صفت پیامبر و اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم حکیم، که کفار قریش اون شخصیت رو از تولد تا 40 سالگی قبل از بعثتش یا قبل از نبوتش با این 4 تا وصف توصیف میکردن. خود دشمنان بهش میگفتن محمد صادق، محمد امین، محمد طاهر، محمد حکیم. جناب شیخ اشاره کردن در لابلای صحبتاش به هر 4 تا: امانت، صداقت، طهارت و حکمت، و آخر تأکیدشون بر حکمت بود. انسان حکیم یعنی انسان خردمند، انسان عاقل. و اون جریان اون شاعری آورد که سب و شتم میکرد در جنگ بر علیه مسلمین، در صف مشرکین بود و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، انسان مؤمن از یه سوراخ 2 بار گزیده نمیشه. یه نکته اینجا اشاره بکنم، هر جایی در قرآن کریم و در سنت صحبت از ایمان و مؤمن شده یعنی عاقل. اگر پیامبر یا خداوند در قرآن و در سنت گفت که مؤمن یعنی عاقل، و انسان عاقل 2 بار گزیده نمیشه. پس هر مؤمنی عاقله و هر عاقلی زیرکه، عاقل دیگه. اگر مسلمان و مؤمن خل و احمقی ببینیم این نتیجه ضعف ایمانشه، چون ایمان باید بر اساس شناخت باشه. پس این ایمان موروثی است، ایمانی که شناخت و تعقل درشه نیست. و ایمانی که فاقد شناخت و تعقل باشه اون ایمان فاقد اعتبار و ارزشه. پیامش هم جناب شیخ گفت، این چند مطلبی که ایشون گفتن من نمیخوام اضافه صحبت بکنم، اگر درست بگیرن مردم این روستا درسته محرومن از نعمت سواد، عقب افتادن، ولی از نظر تعقل خیلی جلوان، چون عقلشون دست نخورده است. اوائل انقلاب شاید نزدیک 50 خانوار از همین روستای مرادی رفتن به امارات، 50 خانوار از روستاهای اطراف. باور بکنید در میان همون 50 خانوار شخصیت هایی داریم که مدرک دکترا هم گرفتن، در امارات هستن، مدرک دکترا دارن از همین روستا. اگر ما لیسانس داریم که امروزه لیسانس مدرک نیست، از همین روستا بلند شدن رفتن اونجا، امکانات بوده، کتاب بوده، مطالعه بوده، با علم علما مدرسه بوده، استفاده بردن
به مرحله بالای دکترا هم رسیدن از نظر علمی. خواستن توانستن یک نامی از میان نامه ها من میخونم امشب برای شما. این نامه یک دختر نوجوانیه که پنجم ابتدایش تمام کرده. خیلی عاقلانه نامه نوشته، خیلی عاقلانه. این نامه دلالت بر عقلش میده. اسمش البته ننوشته، برای ما اسمش مهم نیست، ولی اگر شناسایی بشه این دختر، روش سرمایه گذاری بشه، بفرستن مدرسه علوم دینی، بفرستن دارالتحفیظ، حافظ قرآن میشه، عالم به دین میشه، برمیگرده همینجا برای خواهرها کلاس هایی برگزار میکنه. ما باید هوشیار باشیم که کسی ما را آلت دست و بازیچه قرار نده برای بهره برداری خودش. چقدر جوان اینجا نشسته، چقدر ریش سفید اینجا نشسته، ائمه جمعه و جماعات، اینا از قشم نیامدن. شاید تعدادشون از قشم و درگاهان و هلول افراد خاصی که تو همه جلسه ها هستن، اون بحثش جداگونه است. اکثر اینایی که آمدن امشب اینجا از همین منطقه هستن، فوقش دیگه تا بیولا و طبل و همین دور و برا. پس مردم زنده هستن، جوانای زنده هستن و علاقمندن و دوست دارن که بیان شرکت بکنن. درسته ما کوتاهی کردیم، خیلی هم کوتاهی کردیم، ولی خداوند گذشت قرار داده، معذرت خواهی قرار داده. گرچه معذرت خواهی ما دردی رو برای شما دوا نمیکنه تو اون 10 سالی که ما نیامدیم و اون خلایی که بوده، یا برادرای ما یا سرورای ما علمایی که بودن تو منطقه نیامدن. ما نمیخوایم خودمون رو تبرئه بکنیم، ولی میخوایم معذرت بخوایم، حلالی بطلبیم. من اینجا که نشسته بودم شاید تکون دهنده ترین کلمه جناب شیخ اون جریان حضرت عمر بود. صحبت از تقوا کردن که انسان مسلمان باید با تقوا باشه. میدونی تنها چیزی که انسانو با تقوا میکنه علمه؟ نه، علم نیستا. خیلی از علما هستن که با تقوا نیستن، عالم هستن اما با تقوا نیستن. چیزی که آدمو با تقوا میکنه یاد مرگه، فقط یاد مرگه. میدونی تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی انجام دادن طاعت خدا و اجتناب و دوری از معصیت خدا. و زمانی انسان طاعت خدا رو انجام میده و معصیت خدا رو انجام نمیده که یاد مرگ بکنه. مرگ همیشه مد به نظرش باشه، از رگ گردن به خودش نزدیکتر ببینه و وقتی فراموش کرد تقواش هم فراموش میشه. پس معنی تقوا یعنی یاد مرگ، علم نه. البته تقوا یاد مرگ بدون علم بازم فایده نداره، ولی اصل تقوا یاد مرگه. و منظورم از یاد مرگ میدونی چیه؟ یعنی این که به فکر اینه که شاید یه لحظه دیگه بمیره و در محضر عدل الهی برای حساب و کتاب حاضر بشه. اینجاست که خودش آماده میکنه. خیلی تکان دهنده بود. ای عمر، هر روز میشنوی یکی مرده خبر میرسه و اینو بدون که یه روزی خواهند گفت عمر مرد. عجل فرصت نمیده، عجل فرصت رو میگیره. خوب دقت بکنید، عجل فرصت رو نمیده، عجل فرصت رو میگیره از انسان. حیات انسان به انسان فرصت میده. عجل انسان فرصتی که در اختیار انسان از انسان سلب میکنه و تو بدون فرصت میشی.
دست و پات بسته میشه. اگه دست و پات بازه، دست و پاتو میبنده. پس به فکر فرصتی باشین تا در اون فرصت چاری بیندیشین. فرصت چیه؟ وقت، مال، جوانی، حیات، سلامتی، علم، آبرو، دوست خوب، پدر خوب، مادر خوب، عالم خوب در جامعه، معلم خوب، همسایه خوب، ماشین خوب، قدرت و زور و جاه خوب، منصب خوب اگر به نفع دین ازش استفاده بکنید. اینها همش فرصته. وقتی مال میره از دست، فرصت از دست میره. وقتی سلامتی از دست میره، فرصت از دست میره. وقتی جوانی از دست میره، فرصت از دست میره. وقتی آبرو از دست میره، فرصت از دست میره. وقتی اتحاد از دست میره، اختلاف میاد، فرصت از دست میره. وقتی عالم میمیره، جامعه تاریک میشه، آدم بیکس میشه، یتیم میشه، فرصت از دست میره. وقتی دوست خوب از دست میدی، احساس میکنی که این بازوت از اینجا قطع شد. وقتی پدر و مادر خوب، اصلا یه چیز دیگه بگم، وقتی همسر خوب از دست میدی، همسرت، زنت، مادر بچه هات، وقتی از دست میدی هیچ چیزی جاش نمیگیره. خدیجه ام المؤمنین وقتی از دنیا رفتن هیچ چیزی جاش نگرفت، حتی عایشه هم جاش نگرفت. عایشه جای خودش داره. اینا همش فرصت‌های خوبه که هیچ کدوم از ما قدر این فرصت‌ها رو نمیدونیم. خیلی نگاه ساعتت میکنید. ما حاضریم بشنویم. نگاه عجلم دارم میکنم، نگاه ساعت نمیکنم. مثل گرگ این عقربه ساعت دنبال من افتاده، مثل گرگ. هنوز از مقدمه در نرفتم، منو گرفته. این ساعت عجل منه. عقربه که بالاتر میره عمر من کمتر میشه. یک حادثه بگم. حدوداً 1 ماه پیش سر فلکه برق بندر عباس یک راننده ماشینی ترمز میزنه سر چهارراه، از ماشین پیاده میشه، میره به طرف پلیس یا به طرف مردم. ای مردم بیاید بیاید به دادم برسید، 1 نفر تو ماشین میخواد منو بکشه. مردم دویدن رفتن تو ماشینش، نگاه کردن هیچ کس نیست. ای دروغگو، سرکاری بود نه؟ بیکارید؟ خلید؟ کذاب. هیچ کس تو ماشین نیست. به خدا قسم که نشسته داره نگاه میکنه، میخواد منو بکشه. کسی باور نمیکنه، هیچی نیست. کسی حرفش گوش نمیده تا میشینه پشت فرمان، دست به فرمان دنده، نفس خالی میکنه. اسرائیل تو ماشین سوار بوده، نشسته بوده، ولی منو تو نمیبینیم. در حدیث وارد شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند وقتی اجل انسان میرسه، خداوند پرده چشم بلند میکنه، تا چشم کار میکنه ملائکه صف کشیده، همه با چشم خودت میبینید. اون موقع دیگه در توبه بسته میشه و حتی اسرائیل هم میبینید که از وسط صف داره میاد به سراغت. اون موقع دیگه در توبه بسته میشه. مسکین داره میبینه، زرزر بهش نگاه میکنه، تو ماشینش هم سواره. به دادم برسید، هیچ کس نمیبینه. عجل ما نرسیده که اونو ببینیم، عجل خودش رسیده. چند بار فرصت گیر ما آمد استفاده نکردیم. هنوز جوانه بابا، از الان خودتو دل مرده نکن. این نصیحت گوش داده، ببخشیدا محلی خودمون،
و ملا رفیق نبی که دل مرده تکن، همه چی حرام حرام حرام. وای بر تو اگر با ملا رفیق شدی دل مردت میکنه. همه چی برعکس شده نه؟ یه چیز بگم باور بکنی ملاها دل زنده ترن. دل مرده چیه؟ قال الله قال رسول الله آدمو دل مرده میکنه. اجماع یک صلوات محمدی خط بفرمایید. حاشیه نرم. پیامبر صلی الله علیه و سلم توصیه کردند که هر انسانی باید 4 کس باشه. 4 صفت در طبل گفتم: امین، طاهر، صادق، حکیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر انسانی باید 4 کس باشه: 1 مسلمان، 2 مؤمن، 3 مهاجر، 4 مجاهد. چند تا؟ 4 تا. 1 مسلمان، 2 مؤمن، 3 مهاجر، 4 مجاهد. 4 تا. برای هر کدوم از این 4 تا تعریف کرده. مسلمان چه کسیه، مؤمن چه کسیه، مهاجر چه کسیه، مجاهد چه کسیه. درس امشب همین 4 جمله است. سوال: من المسلم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ از رسول الله سوال میکنیم. من المسلم یا رسول الله. مسلمان چه کسی است ای رسول خدا از دیدگاه شما؟ جواب میده، جواب داده البته. المسلم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. جواب: مسلمان واقعی کسی است که مسلمانا از 2 چیزش سالم بمانند، از دست و زبانش. من سلم المسلمون من لسانه و یده. جواب گرفتید؟ صحبت از نماز نیست، صحبت از روزه نیست، گرچه نماز و روزه و زکات و اینا برای مسلمانی لازمه، اما مسلمان واقعی کسی است که جامعه اسلامی و مسلمانان خواهرها و برادرایی که در اون محل باش زندگی میکنن از 2 چیزش سالم بمانن، از دست و زبانش. در هر جامعه‌ای که مسلمان این 2 چیز رو کنترل میکنه نسبت به خواهر و برادر مسلمانش، اون جامعه جامعه اسلامیه، وگرنه جامعه اسلامی نیست. اگر به جای 1 مناره 10 تا مناره تو این مرادی بود، اما این زبان رو رها کرده بودیم بر ناموس مردم، بر آبروی مردم، بر شخصیت مردم، بر شرف مردم، و این دست هم هرچی ازش برمی آمد اذیت میکرد. این مناره ها به درد نمیخورد. سوال: مسلمان چه کسی است؟ جواب: من ندادم، اون شخصیت جواب داده. مسلمان واقعی کسی است که مسلمان‌ها در جامعه از دست و زبانش سالم بمانند. یک سوال دیگه از خودتون بکنید: آیا تا به حال مسلمانایی که با شما تماس داشتن از دست و زبان در امان بودن؟ سالم بودن؟ اگر سالم بودن الحمدلله، اگر سالم نبودن وای بر من و تو. حالا اگر سالم نبودن وای بر من و تو، چطوری این وایو تبدیل به توبا بکنیم؟ توبا درختی در بهشت، ویل دری در جهنم. از این به بعد پروردگارا من نفهمیدم، توبه نصوح، استغفر الله العظیم من کل ذنب عظیم. همینجا پشت میکروفون ای برادر و خواهر مسلمان، اگر گاه وقتی در گذشته از دست و زبان من اذیت شدید، آزرده شدید، ناراحت شدید، دلخور شدید، من معذرت میخواهم. همه حلالم بکنید.
این راهشه. دو، ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، مؤمن چه کسی است؟ جواب: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: المؤمن من ائتمنه الناس على اموالهم و اعراضهم. مختصر مفید جواب داد: مؤمن واقعی کسی است که مردم اون شخصیت رو در دو چیزشون اعتماد بکنند. مؤمن واقعی کسی است که مردم در دو چیزشون به این خواهر و برادر مؤمن اعتماد بکنند. اون دو چیز چیه؟ یکی در مالشون و یکی در ناموسشون. خوب دقت بکنید. زمانی که جامعه ایمانی اونقدر مورد اطمینان شد که من به راحتی اگر میخوام برم مسافرت به همسایم میگم برادر محمد، برادر علی، برادر احمد، ناموس من خودش تنهاست تو این شهر، من میخوام برم مسافرت، پسر بزرگ ندارم، سرپرستی ندارم، مال منم تو همین صندوق برادرم، این مالم، این ناموسم، دخترم و خانوادم و همسرم و مادرم و خواهرم به تو میسپارم برادر مؤمن تا من برمیگردم. آیا چنین امنیتی هست؟ اگر جامعه ایمانی باشه امنیت هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن مؤمن واقعی یا جامعه ایمانی واقعی جامعه است که مردم در دو چیز به هم دیگه اعتماد بکنن، نترسن که خیانت میشن، یکی در ناموسشون و یکی در مالشون. بگیم فاتحه دین خونده است؟ نه، هنوز الحمدلله مردم به خیرن، گرچه یک عده مشکل دارن، اما مشکل در دین ما نیست، مشکل در خود ماست. دینمون رو زنده بکنیم، اسلاممون رو زنده بکنیم، ایمانمون رو زنده بکنیم، هم سلامتی میاد و هم امنیت میاد. میگم فرصت برای بیشتر توضیح دادن نیست. سوم، ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، من المهاجر، مهاجر کیست؟ جواب: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مهاجر واقعی کسی است که هجرت بکنه، ترک بکنه چیزی که خدا اونو ممنوع و نهی کرده و منع کرده. ما فکر میکنیم که هجرت یعنی ترک وطن، ترک دیار، ترک منزل، ترک زن و بچه، ترک خانه، ترک روستا، از اینجا به جای دیگه رفتن. این هجرت نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر مسلمانی مؤمنی باید مهاجر باشه. مهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مهاجر واقعی کسی است که انسانی است که از معصیت خدا و از منهیات و ممنوعات خدا و از محظوراتی که خدا گفته این حرام، این ممنوع، این منهی عنه، ترک بکنه و هجرت بکنه. به کدوم طرف؟ به طرف خوبی، به طرف طاعت خدا. این روستای مرادی اگه همه با هم تصمیم میگیرن از امشب به بعد هم مسلمان باشیم، هم مؤمن باشیم، هم مهاجر باشیم. تو خونت مهاجرید، تو شهرت نمیخوای بری راه دور، مهاجرید. همه زن و مرد، بزرگ و کوچک، شورا و زیردستان، حاکم و محکوم، فقیر و تاجر، خواهر و برادر، دختر و پسر، بزرگ و کوچک، سفید و سیاه، هرچی هستن تو همین جامعه امشب تصمیم بگیرن از این به بعد هرچی خدا گفته نه ترک بکنن، هرچی خدا گفته بله عمل بکنن. بعد از یک ماه تو همین فصل گرما برید برکه های آبتون نگاه بکنید. تو همین فصل گرما که بارون نیست، اگه تو زمستان بود میگه خب بارندگی، برید برکه های آبتون نگاه. تو همین گرما برید قبل دعا، خدایا حالا ما پاک شدیم، حالا باران بده. فاذکرونی اذکرکم ان تنصروا الله ینصرکم و من یتق الله یجعل له مخرجا.
لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر اهل روستایی مرادی ایمان آوردن به خدا و تقوا پیشه کردن، ما درهای برکت آسمان و برکتهای زمین رو باز میکنیم. نگفته در تابستان و زمستان، باز میکنیم. نگفته فقط در زمستان که فصل بارندگیه، نه، زمستان بر ما گذشت، بارندگی نشد. بارندگی کاری به زمستان و تابستان نداره، کاری به امر خدا داره. سوال چهارم و آخر: ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اجماعاً صلواتی بفرستید. من المجاهد، مجاهد چه کسی است؟ جواب دادن: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم المجاهد من جاهد نفسه علی طاعت الله. چه جواب مختصر و مفید و زیبا. همه کس میتونه مسلمان باشه، مؤمن باشه، مهاجر باشه، مجاهد باشه. مجاهد چه کسی است ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم؟ گفتن که مجاهد واقعی کسی است که این نفس اماره و سرکششو طوری بهش فشار میاره که باش جهاد میکنه، میجنگه تا این نفس سرکش رو تسلیم و تابع و مطیع خدا بکنه. مجاهد واقعی کسی که با خودش میجنگه که این نفس سرکشش و اماره رو تابع و مطیع خدا بکنه. نفس الان سوار ماست، طوری باش میجنگه که این نفس باید مرکب بشه و خودش سوار بشه. وقتی الان نفس سوار ماست، وقتی ما سوار نفس شدیم، مهارش هم گرفتیم، به طاعت خدا اونو کشوندیم، حالا بله، حالا بله. اگر مردم این روستا، زن و مرد، بزرگ و کوچک، فقیر و تاجر، همه دست به دست هم بدن، از این به بعد هر کسی نفسش و نفس خانوادهش، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، مطیع خدا بکنیم، تسلیم نفس نشیم، نفسمون رو تسلیم خدا بکنیم، باور بکنید این جامعه بعد از یک ماه دیگه میشه مدینه منوره و هر کس هم میاد به این شهر به دیدن انصار میره، اهل مدینه میره. اینطوری میشه. هر کسی به شهر شما میاد به دیدن انصار میره. بعضی از دوستان گفتن اینجا محروم هیچی نیست، آب ندارن بخورن، امکانات نیست، چیز درست حسابی نیست، راه دوره، خواستن توانستنه. یک جمله زیبا یکی از دوستان به من گفت، شیخ یعقوب بود، تو راه می آمدیم، گفت قطره دریاست اگر با دریا بماند. قطره دریاست اگر با دریا بماند. یک قطره آب وقتی داخل دریاست، دریاست. اون قطره آب بیار از تو دریا بیرون، یک قطره میشه، قدرت نداره. ولی وقتی اون قطره داخل دریاست، دریا از این قطره ها میشه دریا. اما اون قطره رو بیار بالا تو خشکی، قدرت داره؟ یه لنج درست بکن بدار رو اون قطره، نمیشه. انسان قوی است تا زمانی که این قوی، این ضعیف، انسان ضعیفه، یک قطره است. ولی انسان قوی است تا زمانی که این انسان با خداست و با برادر و خواهر مسلمانشه. هم باید با خدا باشی، هم باید با جمع مسلمان ها باشید. قطره قطره است تا زمانی که با دریاست. وقتی از دریا جدا شد، ببخشید، قطره دریاست تا زمانی که با دریاست. وقتی از دریا جدا شد، قطره میشه قطره. تو قوی هستی تا زمانی که با خدا هستید و با برادر و خواهر مؤمن هستید و متحد هستید. وقتی از خدا جدا شدید، از جامعه و برادر و خواهر مسلمان جدا شدید و تنها شدید، تو هم میشه یک قطره ضعیف. مجددا تبریک میگم، صحبتمو تمام کردم دیگه. من فقط این نامه دخترمو بخونم که فراموش نکنم. به نام ایزد پاک، با عرض سلام و ادب و احترام. یک دختر روستایی دوردست توی این گوشه جزیره نوشته. چقدر محترمه و مؤدبه، با وقتی بعضی از شهری ها همچی ادبی ندارن. به نام ایزد پاک، با عرض سلام و ادب و احترام، من به عنوان یک دختر نوجوان از طرف خود و تمامی خواهرانم در این منطقه تقاضا دارم که در مورد تحصیل دختران، تحصیل علم برای دختران، که در مورد تحصیل دختران که در این منطقه
در پس تعصب‌های بیجا و برداشت‌های غلط از دین محجور مانده، متروک ماندن. چه تعبیرایی! و همچنین این که آیا این چنین دستوری، آیا دین چنین دستوری میدهد یا خیر توضیحی ارائه نموده. و این بزرگواران نگاه کن حتی پدرانشو نکوبیده، با وجودی که گفته تعصب دارن، تعصبی که ما را از سواد و علم و تحصیل علم چه دنیوی چه اخروی محروم داشته، ولی بعد اینجا گفته چطوری صحبت کرده این بزرگواران را. چه دختر با ادبی داری، شما رو نکوبه، این پدرای احمق را نگفته، گفته این بزرگواران را. این سخنرانی از سخنرانی من و جناب شیخ خیلی قدرتش بیشتره. این بزرگواران را که بر فرهنگ غلط خود اصرار می‌فرمایند روشن فرمایید. ما از وقتی که با 1001 بدبختی پنجم ابتدایی را تمام می‌کنیم دیگر حق رفتن به مدرسه راهنمایی نداریم و باید خانه نشین باشیم تا زمانی که با شوهر دلخواه آنان، نه دلخواه خودشون. هرچی پدر گفت انتخاب حق مسلم خود دختره، مگر اینکه دختر نتونه تشخیص بده. اما یک جوان مؤمن عالم پاک طلبه‌ای میاد خواستگار دخترت پول نداره، یک جوان جاهل و نادان و پولدار میاد خواستگارش، این پولش بیشتره، این ماشینش رو نگاه کن برق داره میزنه، عکس خودت تو شیشه ماشینش میبینی. این چه داره؟ این طلبه دینه. ولکو بابا، طلبه دین که شکم بر نمیکنه. 4 تا گلف داره، اینجا کنار ساحل هست، میره تا قصب بر میگرده، هر دفعه که بره نونه. یک مسکینی بود مرد سرطان گرفت و مرد، خیلی اهل تقوا بود. این زنش بهش فشار آورده بود که همه باجناک ها و همریش های اونهایی که همریشتن، همه شوهر خواهرام وضعشون توته و خیلی پول دارن، همه قاچاقچی هن. تو با این پول کارمندی تا کی میخوای راضی باشی؟ تو هم اداره رو ول بکن، برو قاچاق بکن. نه که اداره رو ول کرد، اصلا دنیا رو ول کرد، رفت به سوی خدا. تا زمانی که با شوهر دلبخواه آنان ازدواج نموده و وارد خانه به اصطلاح بخت شویم. و حال چند سالی است که مدرسه راهنمایی در اطراف و نزدیکانمان باز شده. بعدم میگه که چه حالا حق دارن پدران ما، قبلا مدرسه راهنمایی نبوده، دختران تو روستای ما و این روستای اطراف باید میرفتن قشم. قشم هم خب خیلی مشکله، مسافت وسیله نیست، آدم دختر ضعیف، حق با پدران در یک ناحیه هست، نه اینکه ما یه طرف حق بدیم. حالا میگه چه؟ یعنی نبودن مدرسه که مدرسه راهنمایی در اطراف و نزدیکان باز شده و یکی از بهانه‌های یعنی نبودن مدرسه رفع شده است و تنها مشکل فرهنگ حاکم بر جامعه است. میگه حالا که مدرسه راهنمایی دختران هم همین روستای نزدیک آمده ولی هنوز اون تعصب قدیمی هست. من نامه رو تا آخر بخونم. با تمام این اوصاف از شما خواهشمندیم حرفهای ما را به گوش بزرگان برسانید. فقط یه خواهش داره، این حرفها رو باید برسونید و آنها را نسبت به عواقب کارهایشان برحذر دارید، چون با توجه به پیشرفت جوامع ما هم ناچاریم خودمان را همگام با آنها هماهنگ نموده تا در آینده مادران آگاهی و مفید برای جامعه و دینمان باشیم. میدونه درخواستش چیه و هدفش؟ میگه از پدران ما خواهش بکن تا ما را اجازه بدن به مدرسه بریم درس بخونیم. میگه به پدران ما بگو که ما یک هدف داریم، هدفمون اینه که در آینده مادر عالمی، مادر باسوادی بشیم که مفید باشیم در تربیت بچه هامون. یه دختر بی سوادی که هیچی بلد نیست، نه از دین نه از دنیا، چطوری میخواد بچه رو تربیت بکنه؟ یه بچه بی سواد تحویل جامعه میده. امیدوارم که پدرها و بزرگان به این مسئله توجه بکنن. من اینجا پیشنهاد میدم
اگر پسر سوم راهنمایی دارید معدل 14 بفرستید 2 تا مدرسه دینی که اونجا هم خوابگاه هست شبانه روزیه و هم چه کلی مخارجش مدرسه تقبل میکنه، مدرسه زیایی شهید زیایی بفرستید اونجا تقبل میکنه و خرجش هم تقبل میکنه، هم صبح درس دولتی درس دینی میخونه و عصر هم درس شبانه دولتی میخونه. اما اگر دختر هنوز مدرسه دینی خواهرها هست، یکی تو خنج لارستان دوره، یکی هم اینجا، البته دور نیست، از جزیره دخترایی هستن از قشم و جاهای دیگه که دختراشونو فرستادن از این روستاهای اطراف، اون طرف آب بستان اون طرفا هستن دخترایی که الان 4 ساله که درس دینی خوندن، دوره عالی میخونن، الان معلم هم هستن تو مدرسه، خودشون دارن درس میدن. اگر که اونجا مشکل دارید اشکال نداره، اینجا هم مدرسه زیایی الان سال سومشه، یعنی امسال سال سوم مدرسه دخترانه دینی هم چه دایر شده، فقط مشکل خوابگاهه. از هر کدوم از این 3 تا 4 تا روستایی که هست من مشکل خوابگاهشون حل میکنم. پسرها که مشکل خوابگاه ندارن، خود مدرسه خوابگاه داره با تمامی امکانات. اما اگر 2 تا از خواهرها و دخترای با استعداد، به شرطی که پدرش و بزرگترها پشتیبانش باشن، انتخاب بکنن از هر روستایی یکی بفرستن اونجا، من مشکل خوابگاهشون و امکاناتشون چه حل میکنم، به شرطی که دیگه خودتون بخواید. تا این اندازه من با شما همکاری، اون چیزی که در توان منه. در خاتمه صحبت ها اگر که صلاح میدانید درباره حضور مردم در انتخابات تذکری بدهید. بله، حضور در انتخابات یک وظیفه شرعیه، حضور در انتخابات یک وظیفه شرعیه. اگر شما حضور پیدا نکنید، شاید خدای نکرده این جمعیت تو انتخابات شرکت نکنه. وقتی که رأی شمردن دیدن که 400 تا رأی کمه. اصلا 400 تا چرا؟ 5 تا رأی کمه. خیلی داره میگی 1 رأی کمه. من تو تبلم گفتم حتی مادر پیرت هم ببر، مادر پیرت با ماشین ببر، با عصا ببر کنار صندوق تا چه رأی بده. چون وقتی میشه وقتی رأی میشمارن نگاه میکنن که بله فلانی 49 تا رأی آورد، فلانی 51 رأی آورد، با 1 رأی رفت به مجلس، اصلا رفت رئیس جمهور شد. حالا میذاریم تو سرمان. بارها شده که گفتن خاک بر سرمان، مواسطه مما رو ببرم، مما مواسطه ببرم پلو صندوق. همین شیطان وسوسه که پیرن این نابود آخه نمبو همو 1 تا رأی لازم است. اگر مادر پیرمو برده بودم همو 1 رأی، اون کسی که به درد این ملت میخورد، به درد ما میخورد، به درد جوانا میخورد، به درد جامعه میخورد، بازنده نمیشد و برنده میشد. 2 تا انتخابات در هرمزگان است، یکی انتخابات ریاست جمهوری که سراسر کشوره و یکی هم انتخابات نمایندگانه. نمایندگان هرچی که میدونید اسلحه به درد میخوره، از نظر خودتون مشورت بکنید با علما بیکی رأی بدیم، بعد رأی بدید. اما ریاست جمهوری تمامی جامعه اهل سنت، این رو بگم به صراحت، به سید محمد خاتمی رأی میدهند. تداوم اصلاحات با احترام ما و جامعه اهل سنت به دیگر کاندیدای ریاست جمهوری، همه محترمند، ولی جامعه اهل سنت سید محمد خاتمی رأی میدهند. الا هل بلغت، من گفتن کاری نکنید که شرمنده بشید. انتخاب اسلحه، تداوم اصلاحات، حمایت از برنامه‌های رئیس جمهور، این دیدگاه عموم اهل سنته. ولی اگر کسی هم میخواد دیگر کاندیدا رو رأی بده، اونم آزاده، اونم اختیار داره، اونم حق انتخاب داره، تحمیل نیست. ولی ما نظرمون رو گفتیم. وفقکم الله لما یحبه و یرضاه. از خداوند برای همه شما مزید توفیق و سلامتی روزافزون و موفقیت و تقوا و علم و دانش و همه چیزهای خیری که در دنیا و آخرت است از خداوند تقاضامندم. امیدوارم که خانه‌تون آباد باشه با دین خدا، دلتون آباد باشه با ایمان به خدا،
جامعهتون رونق بگیره با تقوا و اخلاق اسلامی و علم و دانش و کل ایران عزیزمون و اسلامی عزیزمون انشالله با اسلام آباد بشه، با طهارت و صداقت و امانت و پاکی آباد بشه، با اسلام و ایمان و تقوا و پاکی و اخلاق اسلامی کل سرزمین عزیزمون جمهوری اسلامی و کل ممالک اسلامی و نمیریم و ببینیم که چطوری پرچم اسلام در کل دنیا مرفرف و درخشانه و در اوج و بلندی قرار گرفته. به امید اون روز امیدوارم که خداوند برای این دو زوج جوان برادرمون مشفقی و خواهرمون شافعی خداوند مزید توفیق عنایت بفرمایند، با مهر و محبت و صفا و صمیمیت تا آخر عمر بین اینها جمع بفرمایند، در دنیا و آخرت همسر همدیگه باشند تا در بهشت برین و نهایتا اولاد سالم و صالح و مصلح و مفید و دانشمند و مفید برای خودشون و خانواده و جامعه انسانی و امت اسلامی ارائه بدن و هدیه بدن. امیدوارم که همه جوانایی که موفق نشدن نصف دینشون کامل بکنن در اسرع وقت هر چه زودتر به توفیق خداوند و همکاری پدرها و مادرها که اسباب ازدواج آسان بگیرن بتونن جوانا انشاءالله همه اونایی که زن ندارن زن بگیرن. حالا جوانایی که زن ندارن همه بگن آمین. اینو پیرمردا گفتن. این صدای پیرمردا بود. مثل که زن دوم میخوام بگیرن. جوانایی که زن ندارن. اشتباه شنیدم؟ خب موفق و مایعد باشید. پیرمردا من جرئت ندارم دیگه بگم اینجا. موفق و مایعد باشید. در پناه خدا عزت زیاد. وفقكم الله لما يحبه و یرضاه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. اجماعاً یک صلوات محمدی غراق خط بفرمایید.